از این به بعد از چت جی پی تی به صورت مستقیم داخل نرم افزار ورد استفاده کن. چطوری؟ بیا تا بهت بگم. بیا توی سربرگ هوم، برو سراغ گزینه ادینز، روش کلیک کن. توی کادر سرچ عبارت چت جی پی تی فور ورد رو تایپ کن. یه همچین افزونه‌ای با این آیکون برات نمایش داده میشه. روش کلیک کن تا فرآیند نصبش انجام بشه. بعد از نصب دنیایی از قابلیت‌های چت جی پی تی رو توی ورد داری. به عنوان مثال من میخوام اینجا بیام یک نامه با یه موضوع خاص رو تایپ بکنم. کافیه که موضوع نامه رو به چت جی پی تی بدم و اینجا روی دکمه کرییت تکست کلیک بکنم. یه چند ثانیه بهش مهلت پردازش میدم و بعد از چند ثانیه میبینی که یک همچین نامه ای رو با کل جزئیات برات اینجا مینویسه. این یکی از قابلیت هایی که میتونی از این افزونه استفاده بکنی. توی آموزش های بعدی باز هم از قابلیت های دیگه این افزونه بیشتر استفاده میکنیم. این آموزش رو واسه خودت سیو کن و بفرست برای اون دوستی که مطمئنی به کارش میاد.